برنامه اطلاعاتی امروز را آغاز می نماییم. سرخط مهمترین خبرهای روز پیشکش شماست. شکایت دو سفیر از وضع تجارت در تاجیکستان. سید عمر حسینی با 14 ماده کودکس جنایتی متهم شده است. بازداشت امانبکov برای پیام از حرکت دولت اسلامی و خبری نصب بمب در مرکز سودا. در آخرین مجلس حکومت در سال 2015 هم از تغییرات به قانونها گفتند. نقب دوم راه آهنی وحدت یاوان گشوده شد. سفیران کشورهای ترکیه و روسیه از وضع اسفبار تجارت در تاجیکستان شکوه کردند. سفیر ترکیه در تاجیکستان در مصاحبه‌اش با سامانه آسیا پلاس گفته است تجارت بین تاجیکستان و ترکیه در سال 2015 حدود 33% کم شده. ترکیه را از مقام چهارم شریکان تجاری تاجیکستان به مقام پنجم پایان برده است. احمد آسیم ارر سفیر ترکیه گفته است در تاجیکستان زمینه حقوقی برای پیشبرد تجارت و کفالت بخطری سرمایه گذاران خارجی ناکفایه است که صد برای وارد شدن سرمایه گذاران خارجی می گردد. او به این سوال که آیا ترکیه حاضر است سرمایه و تجارت‌هایی را که با سبب وضع ناخوب مناسبات ترکیه و روسیه از روسیه بیرون می‌روند وارد تاجیکستان کند، گفته است برای این کار در تاجیکستان زمینه خوب حقوقی و کفالت بخطری کفایه نیست. این حرف من تنها به سرمایه ترکیه ربط ندارد، عموما تمام سرمایه گذاران خارجی را در نظر دارم، گفته است سفیر ترکیه. در همین حال سفیر روسیه در تاجیکستان ایگور لیاکین فرولوف از گرانی انداز در تاجیکستان شکوه کرده گفته است گرانی انداز درآمد و صرف شرکت‌های روسی در تاجیکستان را مساوی کرده است. سفیر روسیه از آن ابراز نگرانی کرده است که گرانی انداز می‌تواند مسئله ماندن شرکت‌های روسی در تاجیکستان را زیر سوال برد. اندازسپارندگان بزرگ روسی در تاجیکستان بعد سانکتودا یک شرکت‌های موبیلی بیلاین و مگافون میباشند. چند پیش یکی از کلانترین شرکت‌های موبیلی در تاجیکستان تلیا سونیرا مالک TCL اعلام کرده بود که ترک تاجیکستان کند. بلندی انداز را دیرکتور گنرالی شرکت بیلاین کنستانتین کولیسوف نیز تصدیق کرده بود که بیلاین در 14 کشور دنیا فعالیت می کند، اما بلندترین انداز در تاجیکستان است. کارشناسان می گویند که در تاجیکستان به استثنای بلندی انداز خودی مقامات انداز با بهانه نارسایی بودجه شرکت‌های موبیلی را چون یگانه منبع درآمد حسابیده به دوش آنها اندازهای سرباری و جریمه‌های هنگفت بار می‌کند. پروکوراتور گنرالی تاجیکستان نسبت به سید عمر حسینی معاون یکم رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بر اساس 14 ماده کودکس جنایتی پرونده باز کرده است. مقامات را به تشکیل اتحاد جنایتی برانگیختن کینه و عداوت تا بسیار زنگی متهم می‌کنند. طبق معلومات معتمد مقامات 3 روز قبل تفتیشات پرونده مربوط به حسینی را به اتمام رسانده از اعلان عیبنامه به وکیل دفاعش خبر داد است. طبق منبع سید عمر حسینی در تشکیل اتحاد جنایی اشتراک در این اتحاد برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، دینی و محلگرایی، دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان، تخریبکاری، تصرف سلاح، لوازمات جنگی، ماده‌های ترکننده و واسطه‌های ترکش متهم می شود. اتهامات مذکور طبق کودکس جنایتی تاجیکستان به جنایت وزنین و مخصوصا وزنین شامل می شود که جزا برای این جنایت تا 20 سال زندان پیش بینی می شود. سید عمر حسینی از نخستین رهبران سطح اول حزب نهضت ممنوع شده اسلامی تاجیکستان است که 15 سپتامبر از جانب مقامات تاجیکستان بازداشت شد. مقامات او را ضمن خارج شدنش از تاجیکستان در فرودگاه بازداشت کردند. در پی این بازداشت 12 تن از اعضای شورای سیاسی این حزب به شمول معاونان رئیس دستگیر شدند. مقامات تاجیکستان رهبران حزب نهضت ممنوع شده اسلامی تاجیکستان را در دست داشتند و قضیه ماه سپتامبر متهم می‌کنند. بعد قضیه عبدالحلیم نظرزاده معاون وزیر دفاع در ماه سپتامبر 29 همان ماه سود عالی تاجیکستان فعالیت نهضت را در کشور ممنوع و آن را به فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کرد. سود عالی فعالیت رسانه‌های این حزب را نیز منع کرد.
اما محیدین کبیری رهبر این حزب که بعد از انتخابات پارلمانی 1 مارس سال روان در خارج به سر میبرد، اتهامات دست داشتن در آشوب گنرال نظرزاده را رد میکند. اینچنین یگان نفر از بازداشت شدگان تا به حال این اتهامات را به گردن نگرفتند. به نام خداوند بخشنده مهربان، البته در کشورهای دیکتاتوری معمولا عمر انسان هیچ ارزشی ندارد و دادن حکم 20 سال و 30 سال بگیم بی سابقه هم نیست در کشورهای دیکتاتوری. و این خاص کشورهایی هست که نظام‌های بسیار سرکوبگر و دیکتاتوری دارند که در آنها معمولا انسان‌ها برای کمترین جرم هم مجازات بسیار سنگین می‌شوند. و از جمله این حکمی که نسبت به حکم نه، البته این عیبنامه‌ای که نسبت به سید عمر حسینی معاون اول رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اعلان شده است، همگان می‌دانند که هیچ تهمت بیش نیست و برای واقعا هم برای یک انسانی که در زمانی که تمام نیرو را داشتند، با آنها تمام بگیم 10,000 نیروی رزمنده داشتند، قدرت داشتند، تمام چیز را داشتند، اون را آوردن به حکومت تسلیم کردند و خواستند که یک زندگی آرام و آسوده داشته باشند و کشور و ملتشان یک مسیری رشد و پیشرفت رو طی کند. ولی امروز میگن که مثلا او میخواست تبادلات کند، او میخواست گروه تروریستی تشکیل کند، او میخواست فلان و کذان کند. واقعا هم خنده آور است، هم باور نکردنی است، هم مسخره. در عموم ما نباید فراموش کنیم که این اولین حکم نیست که مثلا با چنین میگیم ماده های بسیار کلان به یک نفر بار می شود. پیش از این زید سعیدوف برای همگان معلوم است که چقدر به حکم زندان گرفت. اون هم مثل سید عمر حسینی هیچ گناهی نداشت جز اینکه میخواست حزب تاجیکستان نو تشکیل کند. یعنی تمامی همون حکم های غیر منصفانه و ظالمانه که امروز در حکومت ما و مخصوصا در تمام حکومت های دیکتاتوری وجود دارد، اکثرشان اینها حکم های سیاسی هستند. بنابراین این حکمی که نسبت به سید عمر حسینی هم، این عیبنامه‌ای که نسبت به سید عمر حسینی هم امروز اعلان شده است، یک عیبنامه سیاسی و عیبنامه هست که واقعا اون را هیچ کس قبول ندارد، نه تنها سید عمر حسینی. کسی که او را میشناسد، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را میشناسد و از برنامه و آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آگاهی دارد، واقعا میداند که این تهمت ها هیچ اساسی ندارند و تنها جنبه سیاسی، غرض سیاسی هستند و خلاص. اما درباره اینکه فرزند سید عمر حسینی به خاطر در چند رسانه ها صحبت کردنش مورد فشار قرار گرفت و خانواده او مورد بازجویی و بازپرسی قرار گرفتند، واقعا حکومت میخواهد دهان تمامی دیگر اندیشان و کسانی را که کم فکری مخالف دارند ببندد. به همین خاطر از تمام وسیله های عصری میانگی فشار به خانواده های آنها استفاده میکنند. امروز این دیگر پوشیده نیست. ولی با این حکمی که، با این عیبنامه‌ای که به سید عمر حسینی اعلان کردند، آیا دیگر فرزند او باز هم یعنی صبر خواهد کرد؟ توان این خواهد داشت که دیگر در هیچ جا صحبت نکند، ساکت باشد؟ مطمئنم دیگر نمیتواند ساکت باشد. و وقتی که با چنین یک عیبنامه کلان، با یک ماده های بسیار زیاد با او بار کرده می شود، به طور طبیعی پیوندانش میدونند که این ظالمانه است و سکوت در برابر ظالم یا که در برابر ظلم، این خودش یکی از گناهان بزرگ است و هیچ وقت راضی نمی شوند. نه تنها خانواده او، به فکر من اکثریت دیگر اندیشان و اونهایی که امروز کمی به فکر آزادی، به فکر عدالت در جامعه هستند، به این حکم راضی نمی شوند و در برابر چنین حکم ها سکوت هم نخواهند کرد.
مقامات امنیت و پلیس روسیه از بازداشت خورسند مامبکوف شهروند 23 ساله تاجیکستان در شهر سمر خبر دادند که طریق تلفن به مامورین از نام دولت اسلامی سلام رسانده از نصب مواد ترکنده در مجمع تجارتی کاسموپورت خبر داده است. مامبکوف در نواری بازپرسی که از جانب مقامات روسیه نشر شده است خود را زاده بدخشان تاجیکستان معرفی کرده اظهار می‌دارد که به سمر 2 هفته قبل نزد یک دختر آمده است. او در نوار اظهار می‌دارد که نصف روزی 25 دکبر وارد مجمع تجارتی کاسموپورت شده طریق رقم‌های 02 به مامورین پلیس از نصب تجهیزات ترکنده در این مجمع خبر داده است. گفتم بعد نیم ساعت در اینجا همه چیز به هوا میپرد. به شما سلام از دولت اسلامی و سال نوتان مبارک. مقامات روسیه میگویند در پی دریافت اطلاع به جای حادثه کارمندان امنیت فدرالی، مامورین دسته تعیناتی مخصوص، جوینده‌های مواد ترکنده و دیگر مسئولین حاضر شدند. از مجمع حدود 3000 نفر بیرون برآورده شده است، اما ضمن سنجش مواد ترکنده یافت نشده است. در پی چاره‌بینی‌های اپراتیوی متهم در ترور تلفنی بازداشت شد. مسئولین میگویند قانونگذاری روسیه برای اطلاع بر دروغ درباره عمل تروریستی تا 5 سال زندان یا 1 میلیون روبل جریمه پیش بینی شده است. بینندگان عزیز، اکنون برایتان کوتاه‌ترین خبرهای جهان را پیشکش می‌نماییم. شهر رمادی عراق از تصرف حرکت دولت اسلامی پورا آزاد شده است. دولت عراق روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای حکومتی شهر را پورا از تصرف دولت اسلامی آزاد کردند و پرچم عراق در آن زده شد. آخرین برخوردها در مرکز شهر به وجود پیوستند. آنجا اکستریمیستان چندین بناهای حکومتی را زیر تصرف داشتند. حالا مایکووان در صدد آنند که جاده‌های اصلی و درآمدگاه بناها را از می پاککاری کنند. شهر رمادی در قسمت مرکزی عراق 100 کیلومتر دورتر از بغداد جایگیر شده است و یکی از مرکزهای صنعتی دولت عراق محسوب می شود. قسمت بیشتر بناهای حکومتی آن حالا ویران و ولنگارند. حمایتگر دسته منتخب فوتبال تاجیکستان منوچهر احمدوف قرارداد خود به دسته الاهلی بحرین را قطع نمود. بنا به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرارداد با راضیگی طرفین قطع شده است. فوتبالباز تاجیک ماه اکتبر با دسته الاهلی برای بازی در یک موسم در هیئت این دسته قرارداد به امضا رسانیده بود. اکنون در نظر است که منوچهر احمدوف هنرنمایی خود را در دسته خوجندی شهری خوجند ادامه خواهد داد که قبلا نیز در این دسته بازی میکرد. ایران در اساس سازشنامه عاید به برنامه هسته‌ایش روز دوشنبه کشتی دارای تقریبا 11.3 تن اورانی نصف شده را به روسیه فرستاد. با تمام مواد هسته‌ای تا 20% غنی‌گردانیده شده ایران را که از جمله عنصرهای سوزشواری برای راکتور تحقیقاتی واقع در تهران به شمار نمی‌رود در بر می‌گیرد. گفته می‌شود در حجت انتقال همه مواد غنی‌گردانیده شده از ایران قدمی مهمی در راه عهده‌داری‌هایش را به جا آوردن ایران است که مطابق آن حقوقی از 300 کیلوگرم بیشتر داشتن اورانی نصف شده را ندارد. خاطر نشان می‌گردد در اظهارات. روز 28 دکبر با شرکت رئیس جمهور آخرین مجلس حکومتی تاجیکستان برگزار شده است که موضوع اساسیش وارد نمودن تغییرات و علاوه‌ها به قانون‌های کشور بوده است. تنها چیزی که می‌تواند باعث توجه از این مجلس باشد این بوده است که تدبیرهای اجرای قانون درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2016 هم بررسی شده است. اما این تدبیرها آیا باز هم برای فشار و زوری پر کردن بودجه خواهد بود یا تدبیر دیگری هم بررسی شده است؟ هنوز خبری نیست. بررسی تدبیرهای اجرای بودجه در حالی است که سال جاری نقشه جمع‌آوری بودجه اجرا نشد و کارشناسان مطمئنند که سال 2016 مشکل خیلی عمده‌تر خواهد شد. باقی حکومتداران تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر علاوه به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات پروکراتور جمهوری تاجیکستان لایحه یک قطار قانون‌های دیگر دایر به وارد نمودن تغییر علاوه‌ها به کودکس جنایتی، کودکس گمرک، کودکس انداز، کودکس مرافعه‌ای جنایتی، کودکس حقوق ویرانکنی مأموری، به قانون‌ها درباره معارف، درباره مقامات امنیتی ملی، درباره سیستم اجرای جزایی جنایتی، درباره اگنتی
نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، درباره علاقه برقی و درباره مربوطات دوری و دیگر واسطه‌های اخباری عامه را دیده برآمده و مجلس نمایندگان پیشنهاد نمودند. به ملاحظه گفتن ممکن است این پیشنهادها در پارلمان بدون هیچ بررسی تصدیق و قبول خواهند شد، زیرا تاریخ صاحب استقلالی تاجیکستان یاد ندارد که حکومت لایحه قانونی را پیشنهاد کرده باشد و پارلمان رد کرده است. در وزارت نقلیات تاجیکستان روز 28 دکبر بر رادیو آزادی خبر دادند که شرکت چینی کارپوراسیون 19 راه آهنسازی از 3 نقب خط راه آهنی وحدت یاون 2 تایش را علاقه پرره و نقب سوم را 73% سوراخ کردند. ساختمان قطعه راه آهنی وحدت یاون در صورت پوره بنیاد شدنش ولایت ختلان را با 3 میلیون اهالیش طریق راه آهن به مرکز کشور پیوند خواهد کرد. تاجیکستان به ساختمان این راه سال 2009 پس از تخریب شدن قطعه راه غلبه اموزنگ ختلان از سوی ازبکستان شروع کرد، چون که پس از تخریب این راه از سوی مقامات ازبکستان ولایت ختلان از یگانه راه آهنش محروم شد. با دستور حکومت تاجیکستان اداره راه آهن سال 2009 به ساختمان راه آهنی وحدت یاون شروع کرد، اما کشور به تنهایی در ساختمان 3 نقب در این قطعه راه مشکل می‌کشید. این است که دولت تاجیکستان اول سال روان از اکسیم بانک چین به خاطر انجام ساختمان قطعه راه آهنی وحدت یاون 68 میلیون دلار قرضه با امتیاز دریافت کرد. این راه که بیش از 40 کیلومتر طول دارد، قسمت به سرمایه چین و باقی مانده با پول بودجه کشور ساخته شده قرار است تا ماه آگوست سال 2016 به استفاده داده شود. ولی این اولین طرح راه نقدسازی نیست که تاجیکستان با کمک سرمایه چین بنیاد کرده است. دولت تاجیکستان که بیرون کشیدن کشور را از بنبست کمونیکاسیونی یک از هدف‌های استراتژی خود خوانده است، طرح‌های بزرگ نقلیاتیش را اساساً با کمک و سرمایه چین عملی می‌سازد. 3 نقب اتومبیلگرد دیگر شهرستان در ولایت سوخت و چهارمغزک و شرشر در ختلان با سرمایه از اشتراک شرکت‌های ساختمانی چین ساخته و به استفاده داده شدند. فعلا قرض دوشنبه از پکین علاقه از مرز 1 میلیارد دلار گذشته است که این تقریباً نصف تمام قرض‌های خارجی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد و اساساً برای تکمیل ساختارهای زیربنایی از جمله ساختمان شاهراه‌ها و نقب‌ها صرف شدند. تاجیکستان نیز در نوبت خود قسمی از زمین خود و یک چند کانی طلا را در اختیار چین در عوض قرض‌هایش واگذار کرد که نگرانی بسیاری از جامعه شهروندی تاجیکستان را به بار آورده است. بینندگان عزیز، این بود چه خبرهای مهم روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خداحافظ.